سلام بچه‌ها، خوش اومدین به وان مینت انگلیش وید محمد. در این ویدیو 1 دقیقه قراره با هم زمان حال ساده پرزنت سیمپل رو یاد بگیریم. حالا ساختارش چطوریه؟ اگر فایل جمله با I, you, we یا they شروع بشه، فعل رو به شکل ساده میاریم، مثل I work, you play, they read. اما اگه فایل جمله با he, she یا it شروع بشه، باید به فعل s یا es اضافه کنیم، مثل he works, she watches, it rains. ما از این جملات برای صحبت در مورد عادت، روالها و واقعیت‌ها استفاده می‌کنیم. دقت کنیم همین اس یا ایس کوچولو خیلی مهمه، چون اشتباه گرفتنش خیلی رایجه. میخوای بدونی چطوری منفی سوالی میشه؟ حتما 1 دقیقه بعدی رو از دست نده. اگر این ویدیو برات مفید بود، لایک و کامنت یادت نره، فالو کن و به دوستات هم معرفی کن. من محمدم و اینجا وان مینت انگلیش وید محمد.